شاید برامون پیش اومده باشه که واسه تست مدارهای مختلف رو با لحیمکاری سرهم کرده باشیم و ببینیم کار نمیکنه، یا نیاز باشه عملکرد مدار رو با قطعات مختلف تست کنیم تا ببینیم عملکرد کدوم یکی بهتره. لحیمکاری و جابجا کردن قطعات جدا از دردسرا و زمان بر بودنش میتونه باعث مشکلاتی مثل خرابی بر اثر داغ شدن زیاد زمان لحیمکاری بشه و نتیجهش بشه این همه قطعات خراب و دور ریختنی. تو ادامه میریم و با معرفی یه ابزار ساده و ابتدایی زمان آزمایش مدار رو به کمترین و سریعترین زمان ممکن میرسونیم. سلام به شما دوستان عزیز کانال میکر تستر. امیدوارم حال دل و جسمتون عالی و خفن باشه. یاسین هستم و با یه آموزش درخواستی و کاربردی که همون معرفی و آموزش کار با بردبورده برگشتیم. کار با بردبورد جزو اولین آموزشاییه که باید قبل شروع الکترونیک یاد بگیریم و تو ادامه 0 تا 100 کار با بردبورد رو به زبون ساده و خودمونی یاد میگیریم. به طور خلاصه بردبورد یه صفحه سوراخ‌دار مثل همین فیبر سوراخ‌داری که تو اکثر آموزش‌ها دیدیمه، با این تفاوت که روی فیبرهای معمولی باید قطعات رو لحیم کنیم تا بشه ازشون استفاده کرد، اما روی بردبورد خبری از لحیمکاری نیست و کافیه حالت موقت قطعات رو روش سوار کنیم و خیلی راحت عملکرد مدار رو آزمایش کنیم. همچنین اگه احتیاج به تغییر یا تست با قطعات مختلف کنار هم باشه، میتونیم خیلی سریع جابجاشون کنیم و وقتی مطمئن شدیم قطعات رو روی برد اصلی و نهایی لحیم کنیم و تمام. اینجوری احتمال خرابی قطعات با حرارت خوبی وجود نداره و اگه قطعه خرابی وجود داشته باشه قبل لحیمش به برد اصلی متوجه میشیم و دوباره کاری نمیشه. پس به طور دقیق‌تر میشه گفت بردبورد یه ابزار برای چیدمان اولیه و آزمایشی مدارایی که میسازیمه. دوستانی که تازه الکترونیک رو شروع کردن راحت میتونن با بردبورد انواع مدارا رو سرهم کنن تا عملکردشون رو بهتر متوجه بشن و همچنین از قطعاتی که تهیه کردن تو چندین و چند پروژه دیگه استفاده کنن تا تو هزینه‌هاشون صرفه‌جویی بشه. بردبوردها به لحاظ اندازه مدل‌های مختلفی دارن که بسته به نیاز میتونیم تهیه‌شون کنیم. همچنین کنار بدنه بعضی مدل‌ها حالت شیار وجود داره تا بتونیم 2 یا چند بردبورد رو به هم متصل کنیم. اینجوری فضای کاریمون بیشتر میشه. و اما بریم سراغ خود بردبورد و قسمت‌های مهمش رو بررسی کنیم. روی بردبورد یه سری سوراخ‌های منظم و مشخص وجود داره. 2 قسمت بالا و پایین ورودی‌های برق به برده. و همینطور که می‌بینید ورودی مثبت با رنگ قرمز و ورودی منفی با رنگ آبی مشخص شده. روی بعضی بردبوردها این رنگ‌ها وجود نداره، اما در کل عملکرد اکثرشون شبیه به همه. این ورودی‌ها تا انتهای برد حالت افقی با هم در ارتباطن. البته تو این مدل تا وسط به هم وصلن. و اگه بخوایم ادامهشون تا انتها با هم ارتباط بگیرن باید با یه سیم جامپر به هم متصلشون کنیم. تو ادامه در مورد سیمای جامپر بیشتر توضیح میدم. همچنین ارتباط ورودی‌های پایین هم به همین شکله. البته که برقشون از ورودی‌های بالا مستقله. اینجوری میتونیم تو هر ردیف یه منبع تغذیه با ولتاژ متفاوت بدیم و هر جا ولتاژ متفاوتی نیاز باشه ازشون برق بگیریم. و بازم اگه نیاز باشه میتونیم با سیم جامپر ورودی‌های برق بالا و پایین رو با هم ارتباط بدیم. از ردیف ورودی‌های برق که بگذریم میرسیم به ردیف‌های وسط. همینطور که می‌بینید ردیف‌های وسط از حروف انگلیسی A تا J علامت گذاری شدن و بین 2 ردیف یه خط جدا کننده وجود داره. این ردیف‌ها برعکس ردیف‌های ورودی برق حالت عمودی با هم در ارتباطن. یعنی هر 5 تا سوراخ عمودی با هم در ارتباطه. اگه به این شکل که قسمت پلاستیکی برد برش خورده دقت کنیم قضیه رو بهتر متوجه میشیم. طبق اشاره قبلی ردیف‌های ورودی برق حالت افقی و ردیف‌های وسط حالت عمودی با هم در ارتباطن. و همینطور که می‌بینید بازم ردیف‌های وسط به 2 قسمت تقسیم شدن که حالت مستقلن و ردیف بالا و پایین با هم ارتباط نداره. قسمت‌های عمودی هر ردیف 5 تا سوراخ داره که هر 5 تاش با یک گیره فلزی که حالت فنری داره ارتباط دارن. همچنین تو ردیف‌های افقی ورودی برق هم از همین گیره‌ها استفاده شده. این از توضیحات کلی و شکل قرارگیری ورودی‌ها و پایه‌ها. و اما شماره و ردیف روی برد هم یه بررسی بزنیم تا بحثش کلاً تموم بشه. این حروف و اعداد برای مشخص شدن شماره سوراخ‌ها کاربرد داره. دوستانی که با برنامه اکسل کار کردن احتمالاً همون اول متوجه این شماره‌ها شدن. مثلا این شماتیک داریم که قطعه رو به شماره D20 متصل کرده که روی برد دقیقاً میشه این قسمت. این نقطه حالت عمودی به شماره 20 و حالت افقی به شماره D میرسه و اینجوری میتونیم محل دقیق پایه‌ها رو تشخیص بدیم. اینم از بررسی شکل کلی بردبورد و شکل قرارگیری پایه‌ها. و اما بریم یه سری چیزهای دیگر رو عملی بررسی کنیم. واسه اتصال قسمت‌های مختلف برد به هم از این مدل سیم که به سیم جامپر معروف استفاده می‌کنیم. این سیم‌ها میتونه از نوع 2 سرنری، نریمادگی و 2 سرمادگی باشه. همچنین میشه مثل من از یه میخ منگنه استفاده کنید و بعد صاف کردنش از وسط برشش بدیم و به 2 سر یه سیم لحیمش کنیم. اینجا واسه تست 2 تا سیم جامپر رو به یه جک آداپتور لحیم کردم
برقو به مدار بدیم و شکل قرارگیری پایه ها رو یه بررسی سریع بزنیم. اینجا اومدیم به حالت دستی و معمولی تغذیه برد رو تامین کردیم. اما اگه بخوایم حرفه‌ای‌تر کار کنیم میتونیم از این نمونه ماژول‌های تغذیه استفاده کنیم. تو قسمت زیرین این ماژول 4 تا پایه وجود داره که اتصالش رو به این شکل با برد بورد برقرار میکنه. و از زمان اتصالش تو هر دو ردیف ولتاژ وجود داره. و اما مشخصاتش رو یه بررسی سریع بزنیم. ورودی برق به این ماژول میتونه حدود 7 الی 12 ولت باشه و میتونیم به وسیله یک جک آداپتور یا پورت USB برقش رو تامین کنیم. البته با اتصال جک آداپتور میتونیم از این پورت USB یه خروجی 5 ولت هم بگیریم. اینجا یک کلید فشاری وجود داره که باهاش ماژول رو خاموش روشن میکنیم و زمان روشن بودن چراغ LED سبزش روشن میشه. همچنین روی بورد 2 تا رگولاتور کاهنده ولتاژ داریم که این یکی ولتاژ رو به 5 ولت و این یکی به 3.3 ولت کاهش میده. همچنین تو هر دو سمت بورد جامپر وجود داره و با جابجاییشون میتونیم ولتاژ خروجی بورد رو روی 3 یا 5 ولت تنظیم کنیم. خوبی این جامپرها به اینه که میتونیم به هر لاین ولتاژ متفاوتی بدیم و زمان نیاز ازشون استفاده کنیم. وسط ماژول باز یه خروجی 8 پین داره که قسمت GND برق منفی و مشترک و پین دیگه خروجی‌های 3 و 5 ولته. با اتصال یه سیم جامپر نریمادگی میشه ازش برق بگیریم و زمان نیاز استفاده کنیم. فقط یه نکته خیلی مهم این که زمان اتصال ماژول به بورد حواستون باشه تا درست نصب بشه. برای مثال اگه به پایه‌های خروجی ماژول دقت کنیم مثبت و منفیشون مشخص شده و همچنین با ورودی مثبت و منفی بورد همخوانی داره. اگه ماژول رو به اون سمت بورد متصل کنیم جای مثبت و منفی جابجا میشه. همینطور که میبینید جای پولاریته ها عوض شده و اگه حواسمون نباشه زمان کار ممکنه به قطعات آسیب برسونه. وجود ماژول تغذیه زیاد ضروری نیست، اما زمان خرید برد بورد اگه خواستید حرفه‌ای‌تر کار کنید میتونید ماژول رو با سیم جامپر رو تهیه کنید. همچنین زمان تهیه‌اش حواستون باشه تا ماژول با نوع برد بوردتون همخوانی داشته باشه. مثلا این ماژول با برد بورد برند دک و نمونه آموزش که برند سوردلس و مدل BM102 سازگاری کامل داره. و نکته آخر این که حداکثر آمپر مجاز ورودی به این ماژول با جک آداپتور حدود 1 آمپر و با پورت USB حدود نیم آمپره. از اینا بگذریم و چند نمونه مدار رو روی برد بورد تست کنیم. همینطور که میبینید لاینای تغذیه یا قدرت رو با چند میخ منگنه به هم لینک کردم تا اتصالشون از اول تا انتها برقرار باشه. بعد 2 تا مدار رو روی بورد بستم تا عملکردشون رو ببینیم. چیدمان مدار اولی طبق این شماتیک یه مقاومت نوری یا فوتوسله که با تحریک شدن یه لامپ LED رو خاموش روشن میکنه. و اما مدار دومی طبق این شماتیک یه مدار LED چشمک زنه که با IC 555 و چند قطعه دیگه که تو شماتیک مشخص کردم سر هم شده. خب دوستان اینم از بررسی و روش کار با برد بورد که قولشو داده بودم. قبلا که تکنولوژی به رشد الانش نرسیده بوده مدارا رو روی تخته نونوایی سرهم میکردن و با پیشرفت تکنولوژی و نیاز به یه ابزار کاملتر بردای امروزی به وجود اومد، اما همون اسم قدیمی برد بورد یا صفحه نون روشون موند. از برد بورد فقط برای سرهم کردن قطعات پایه‌دار یا همون دیپ استفاده میشه و در مورد قطعات اسمبلی کارایی نداره. همچنین پشت برد بورد یه چسب وجود داره که از بیرون اومدن گیره‌های فلزی جلوگیری میکنه. بهتره زمان گذاشتن قطعات حواسمون باشه تا زیاد فشار نیاریم و از اون سم گیره و چسب کنده نشه. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه اینطور بود لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگه در مورد این ویدیو یا هر کدوم از ویدیوهای کانال سوالی داشتید تو بخش کامنت ها برام بنویسید. لایک و کامنتی که میذارید بزرگترین حمایتی که میتونید از این کانال داشته باشید. با این کار به رشد محتوای آموزشی و مفید کمک بزرگی میکنید. پیشاپیش از لطف و حمایتتون تشکر میکنم. 2 تا ویدیوی پیشنهادی بعدی هم از همین کاناله و اگه دوست داشتید میتونید اونا رو هم ببینید.